اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر الناصر و معین. در رفتار اجتماعی تلاش همه اینه که محبوب باشند. این البته به حکم عقل انسان و فطرت انسان تایید میکنه که انسان باید محبوب باشه و متاسفانه بعضیا ظرفیت محبوب بودن ندارند و اینکه محبوب باشند جوهره وجودشون نیست. نتیجهش میشه اینکه صنعت محبوب شدن رو مبنای کارشون قرار میدن که میشه پدیده‌ای به نام سلبریتیزم که امروز در علوم اجتماعی معضل محسوب میشه. افرادی که لیاقت و صلاحیت محبوبیت ندارن و لیاقت و صلاحیت شهرت ندارن مشهور میشن و این یک معضلی است که خب برجهت هم فلاسفه هم جامعه شناسا و هم روانشناسا در غرب دربارش میگن، مینویسن و آسیب شناسی میکنن، اما دیگه تبدیل به صنعت فرهنگ شده، یعنی پدیده است که صنعت. پس مشهور بودن یک پیامدی است که انسان در اثر مناسباتی که تو اجتماع با دیگران داره به شهرت میرسه. فطرت و عقل حکم میکنه که شهرت انسان در اثر محبوبیت باشه، انسان محبوب دیگران بشه و مشهور بشه. اما این قاعده همیشه صدق نمیکنه. ممکنه کسی محبوبیت رو بخره، این سلبریتی ها محبوبیت رو یه جوری میخرند، اما نقیضش میشه پدیده‌ای به نام نفرت. بعضیا محبوب نیستن، منفورند. نفرت اجتماعی پدیده‌ای است که میتونه شهرت ایجاد کنه. بعضیا به حسب اینکه امام حسین علیه السلام هستند و محبوبند شهرت پیدا میکنن. بعضیا به تبع اینکه یزید و شمر هستند، محبوبیت منفور اجتماع هستند، شهرت پیدا میکنن. پس شهرت فی نفسه خودش مسئله نیست. مسئله اینه که انسان محبوبه یا مغضوب، انسان محبوبه یا منفور. عشق و نفرت و حب و بغض مناسبات اجتماعیه و در این مناسبات اجتماعی کسایی که منفورن یا محبوبند اینها به شهرت میرسن. اصل مسئله در روابط اجتماعی اینه که چگونه ما تلاش کنیم که از راه حب مقوله‌ای به وجود بیاریم به نام نظام اجتماعی. به این میگن ولایت. در قرآن وقتی حب به کسی به وجود میاد و محبوب دیگران میشه، اون بر دیگران ولایت پیدا میکنه. اگر الله محبوب جامعه باشه، مردم به الله حب بورزن، میشه مقوله‌ای به نام ولایت الله. اما اگر طاغوت ها یعنی طواغیت ولایت پیدا کنن، یعنی حب اونها به دل مردم بنشینه، اینجا یه فاجعه رخ میده، ولایت طاغوت به وجود میاد. در نتیجه در سوره بقره میفرماد که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، میگیرشون خارجشون میکنه از ظلمت میبرشون سمت نور، ثنویت ظلمات به نور. و برعکس والذین کفروا، اونایی که کفر میورزند، اولیاءهم الطاغوت، ولیهاشون طاغوتن، اینا حب میورزند به اون طاغوت ها، طاغوت نفسشون، طاغوت شهواتشون، طاغوت اون فرد مستکبری که هست و همه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. این ولایت طاغوت موجب میشه که اینا از نور خارج میشن، میان به سمت ظلمات. این اصلی ترین معضل و مشکلی است که ما در نظام اجتماعی باهاش روبرو هستیم، که اولا روابط اجتماعی مبتنی بر حب و بغض، عشق و نفرت. ثانیاً عقل و فطرت میگه که باید با حب مشهور شد و محبوب دیگران شد.
ثالثاً ابلیس، شیاطین و طاغوت ها، اینها میان حب رو مصادره میکنن، دنیاگرا هستن. آنچه در زندگی دنیوی برای مردم جذابیت داره اینا رو به مردم میدن، نتیجهش میشه این که اینا برای مردم چی ایجاد میکنن؟ حب ایجاد میکنن. مردم محبوبشون کیه؟ طاغوت ها. طاغوت سلبریتی فلان ورزش، طاغوت سلبریتی فلان هنر، طاغوت سلبریتی فلان سیاست، طاغوت سلبریتی فلان تجارت. این طاغوت ها میان و زندگی ما رو شکل میدن، میشن به اصطلاح اولیاءهم الطاغوت. جمع میبنده قرآن، نمیگه یک ولی، میگه اولیاءهم الطاغوت. اینا کارکرد اجتماعیشون اینه که از نور میگیرن جامعه و فرد رو میبرن به سمت ظلمت ها. ظلمات هم جمع میبنده دیگه، یعنی طاغوت ها جمعن طواغیت، ظلمات هم که جمع بسته میشه. به نسبت هر طاغوتی یه ظلمتی وجود داره دیگه و هر ظلمتی طاغوت خاص خودشو داره. لذا ظلمتی که از شهوات میاد طاغوت خودشو داره، ظلمتی که از جمع کردن غلط مال با دزدی و ربا و چه به وجود میاد اون طاغوت خودشو داره، ظلمتی که در قدرت طلبی و سعی کردن اینکه انسان تلاش کنه به غلط برسه به قدرت و حکومت ها رو دست بگیره مثل فرعون ها، اون طاغوت خودشو داره. اون ظلمت، همه ظلمت های گوناگون طاغوت های خودشونو دارن. وقتی این طاغوت ها شدن محبوب، ولایت پیدا میکنن و میگیرن فرد و جامعه رو خارج میکنن، اخراج میکنن از نور، همینجوری میبرنش به سمت ظلمت. میشه اساس نظام اجتماعی. پس ما وقتی نظام اجتماعی داریم، نظام اجتماعی یا نورانیه یا ظلمانی. خب غالبا اینجوریه که نظامات اجتماعی ظلمانیه دیگه، به ندرت ما نظام اجتماعی نورانی داریم. چرا این اتفاق میفته؟ چون در اون جامعه طاغوت‌های متنوع زیادن، حب مردم به اون طاغوت‌ها وجود داره. اون طاغوت‌ها میگیرن اون مردم رو از نور میبرنشون، سقوطشون میدن، میبرنشون، اخراجشون میکنن، میبرنشون به سمت ظلمات. این مشکل و معضل اصلی نظام اجتماعیه. از این رو در آیت الکرسی آمده در سوره بقره و خب یکی از سازوکارهایی است که مردم مؤمن روزانه که آیت الکرسی رو تلاوت میکنن، یکی از مسائلشون اینه دیگه: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. یک نظام اجتماعی نورانی اولا نیاز داره به این که الله در اونجا ولی باشه و الله اگه قرار ولی باشه باید حب به الله وجود داشته باشه. ولایت شکل نمیگیره مگر از طریق حب. اگر حبی نباشه ولایت شکل نمیگیره. ولایت طاغوت یا ولایت الله، ولایت اولیای الهی یا ولایت اولیای شیطان، ولایت ابلیس یا ولایت انبیا و ائمه، همش از راه حبه. منشأ حبم خود انسانه دیگه. انسانه که تشخیص میده به کی حب بورزه، به کی بغض. این دوتا هم با هم جمع نمیشه. اگر کسی به الله العیاذ بالله بغض ورزید، این متقابلا در نقیض این حب میورزه به طاغوت‌ها و شیاطین. اگر کسی بغض ورزید به شیاطین و نفرت داشت از شیاطین و از طاغوت‌ها، حتما در خلأ اون حب میورزه به الله، به رسول الله و به اولوالامر. پس یک نکته کلیدی در رفتار اجتماعی برای ساخت نظام اجتماعی مسئله حبه. مسئله اینه که ما محبوب باشیم. اصرار زیادی افراد دارن که محبوب باشن. ما برای اینکه جامعه رو اداره کنیم نیاز داریم که بعضیامون ولی جامعه باشیم، بعضیامون امام جامعه باشیم. این دعاست: وجعلنا للمتقین اماما. در عالم جعل از خدا میخوایم که خدایا ما رو جعل کن امام متقین. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدایا همسر و فرزندان ما رو نور چشم ما قرار بده و جعل کن ما رو امام متقین. حالا یک کسی امام خانوادهشه، ولی خانوادهشه، یک کسی ولی
همکاران و صنف و تخصصشونه، یکی ولی و امام محلشونه، یکی ولی و امام شهرشونه، یکی ولی و امام کشورشونه، یکی هم ولی و امام بشریت. این لایه های امامت و ولایت که شکل میگیره ریشه همش در یک نکته است، اونم در حب. اگر معماری و مهندسی حب درست انجام بشه در عشق و نفرت، انسان بدونه به کی نفرت بورزه، به چی نفرت بورزه، به کی حب بورزه، به چی حب بورزه، این در انسان درست بشه، انسان ولایت و براعتش درست میشه. اما اگر انسان حب و بغضش غلط بود، ولایت و براعتش هم غلط میشه. ما از فروع دهگانه اسلام دو تای اصلیش رو ولایت و براعت داریم دیگه. البته الان در فروع دین آنچه که بچه ها میخونن ولایت و براعت انتهای لیست 10 تاست، یعنی 9 و 10. اما نزد حضرت عبدالعظیم حسنی رضوان الله علیه که ایشون در خدمت امام وقت خودشون میرسن و از امام میخوان که وقتی ایشون میخواد عرض دین کنه، امام اشکالات تلقی دینی ایشون رو بگیره. وقتی به فروع دین میرسه، فروع دین رو با تولی و تبری شروع میکنه به جای نماز و روزه، و امام هادی علیه السلام تایید میکنن که این درسته. پس اساس، یعنی در فروع دین اساس حرکت در حبه که ایجاد ولایت میکنه و در بغضه که ایجاد براعت میکنه، ولایت و براعت. روابط اجتماعی هیچ نیست جز حب و بغض. یعنی پدر و مادر، والدین با فرزندان، فرزندان با والدین، افراد با همسایه‌شون، همه با هم با شهروندان دیگه، همه با هم با حکومت. همه این روابط اجتماعی بر حب یا بغض. بعد مرده باد و زنده باد، بعد مرگ بر اینو نمیدونم درود بر اون. این روابط که اساس روابط اجتماعیه چه چیزی رو شکل میده؟ ولایت رو. اگر حب ایجاد شد ولایت رو ایجاد میکنه، اگر بغض ایجاد شد و نفرت براعت رو ایجاد میکنه. لذا اصل داریم دیگه، اصل براعت از مشرکین که توی حج مناسباتی داره. و پس یک اصل باید به کودکان تعلیم داده بشه، اونم اینه که ما میخوایم محبوب جامعه باشیم، شهرت پیدا کنیم از این جهت که محبوب جامعه باشیم. به هر قیمت؟ نه. یه موقع ما فقط هدفمون میشه این که مشهور باشیم. حالا برای مشهور شدن یه کسایی از بغض شروع میکنن، یعنی سعی میکنن منفور جامعه باشن. طرف از راه نفرت مشهور میشه. همیشه هم اینطوری نیست. انبیا غالبا در دوره خودشون محبوب نبودن، منفور بودن. ائمه غالبا در دوره خودشون محبوب و مقبول نبودند. پس اینطوری نیست که در هر دوره‌ای کسانی که محبوب و مورد علاقه مردمن اینا کارشون درست باشه. طاغوت‌ها از فرعون گرفته، از نمرود گرفته تا یزید تا دونالد ترامپ، اینا گاهی اوقات در دوره خودشون خیلی هم محبوبند، مردم بهشون رأی میدن. ولی حضرت نوح محبوب نیست. 950 سال هم تلاش کرد، مردم اقبالی نداشتن. آخرش هم که طوفان نازل شد، خدا عذاب نازل شد، خدا طوفان ایجاد کرد، همشون از بین بود. حضرت رو با تعدادی از افراد با اون کشتی نجات داد. حضرت لوط خودش با 2 تا دخترش میاد بیرون، زنش هم میمونه با اونا نابود میشه. حضرت صالح با خانوادهش میاد بیرون، خدا کل قوم عاد رو نابود میکنه. یا حضرت هود میاد بیرون و همه قوم نابود میشه. پس بسیاری از مواقع انبیا مشهور بودن اما محبوب نبودن، بغض وجود داشت علیهشون. الان شما اگر نگاه کنید در جمعیت 8 میلیاردی کره زمین، آیا خدا محبوبه یا منفوره یا نسبت به خدا همه بی‌تفاوتن؟ چند میلیارد نفر نفرت دارن از خدا، چند میلیارد نفر کلن اصلا براشون مهم نیست، الاسویه است مسئله خدا. یه چند میلیون نفری هم ممکنه خدا محبوبشون باشه، یعنی ولایت الله رو بپذیرن. نتیجه طبیعیش اینه که لقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس چون لهم قلوب لا یفقهون بها.
لهم اعین لا یبصرون بها لهم آذان لا یسمعون بها، اینا کل انعام مثل خوک و چارپا میمونن، بل هم ازل اولئک هم الغافلون. خب یه اکثریتی میفرماد در قرآن که کثیر غافلن، اولئک هم الغافلون، اینا غافلن لذا میرن جهنم. کثیری از جن و انس میرن جهنم چون که قلبی ندارن تفقه کنن، چشمی ندارن ببینن، گوشی ندارن بشنون، در نتیجه درک و فهم و ادراکی از حضرت الله ندارن، از حقیقت ندارن. ولی معناش این نیست که وقتی خدا رو نمیبینن، نمیشناسن، در نمیابن، معناش این نیست که در زندگی اجتماعیشون دنبال حب و بغض نیستن، دنبال حب و بغضن، اما حب به تواقیت. اینجا مشکل اجتماعی شروع میشه. دلیل اینکه در دوره انبیا، دلیل اینکه در دوره ائمه، دلیل اینکه در همین امروز اکثر مردم به سمت باطل گرایش دارن، به سمت ولایت طاغوت گرایش دارن، چون حبشون به اون مظاهر دنیویه که اهل دنیا اینا رو شارژ میکنن. مثل باتری موبایل شما که دشارژ میشه شما شارژش میکنید، حب مردم به سازوکارهای دنیوی رو تواقیت دنیوی شارژ میکنن، مردم میرن دنبال اونا. اما انبیا مردم رو میخوان از اون سازوکارهای دنیوی بگیرن. انبیا متهم میشن که با شادیهای کوچیک مردم مخالفن، انبیا متهم میشن که با نمیدونم نشاط مردم مخالفن. لذا حب دنیا رأس و کل خطیئه، نسبت سر به بدن، رأس به بدن، حب دنیا سر همه خطا هاست. اما طاغوت ها میان این حب دنیا رو شارژ میکنن، نتیجهش میشه این که ولایت دنیا شکل میگیره، ولایت اهل دنیا شکل میگیره. این نکته رو در نظر بگیرید که مشهور شدن الان مسئله است در سلبریتیز. افراد میخوان مشهور باشن، اگه بتونن با تقلب محبوبیت رو بخرند که مشهور شدن، اگه نتونن سعی میکنن با مغضوب بودن، با نفرت بخرند. رضا روتشایلد، همین بانکدار بزرگ یهودی در انگلیس، به پسرانش گفت اگر نمیتونید محبوب مردم باشید، چون رباخوار بودن دیگه، مردم ازشون نفرت داشتن، مردم به اینا بدهکار بودن، مدام ربا می اومد روی اون پول قبلی که داده بودن به مردم. مردم چون نمیتونستن اون بهره رو بدن، هی بیشتر بدهکار می شدن، نفرت داشتن از اینا. این به فرزندانش توصیه کرد که اگر نمیتونید محبوب مردم باشید، منفوری باشید که مردم ازتون بترسن، نه فقط ازتون نفرت داشته باشن، بلکه منفوری باشید که مقهورشون کنید، یعنی اینا مقهور وجود شما بشن. این آموزه‌ای که در یهود روتشایلد به فرزندان خودش داد، این در مبانی فلسفیش همونطوری که در اون جلسات قبلی در من نفرت انگیز 1 اشاره کردم، در اون انیمیشن، مسئله اینه که دیگه در ثانویت توحیدی خیر و شر از دید اینا منتفیه در فلسفه غرب. امروز در فلسفه غرب و در علم اخلاقشون خیر و شر منتفیه. چیزی به نام شر یا خیر منفک از هم نداریم، کلاً خیر نداریم. هرچه هست شر و شرتر، شرور و شرورتر. انسان ها انتخاب میکنن بین شرور با شرورتر، انتخاب میکنن بین کسی که بده با بدتر، انتخاب بین خوب و بد نیست. اساساً علوم سیاسی انتخاب بین بد و بدتره. پولیتیکال ساینس یعنی چی؟ یعنی فن تسخیر قدرت به هر قیمت، به روش بد یا بدتر. مردم بین خوب و بد، بین به اصطلاح خیر و شر انتخاب نمی کنن، مردم بین بد و بدتر انتخاب می کنن، بین شر و شرورتر. این چه نکته‌ای داره؟ نکتهش اینه که قرار انسان ها منفور باشند، یعنی از طریق منفور بودن در جامعه شهرت پیدا کنن. شخصیتی که شما امروز به نام دونالد ترامپ میشناسید که 2-3 روز دیگه وارد کاخ سفید میشه و دوره دوم ریاست جمهوریش شروع میکنه، این در روانشناسی استراتژیک و روانشناسی سیاسی این رویه عملش مدمنه. مدمن و بدمن، پسر بده
و مدمن، کسی که منفوره، شهرت از طریق نفرت، یعنی سعی میکنه یه کارایی کنه، یه اعمالی انجام بده، نفرت ازش داشته باشن اما مقهورش بشن. یعنی همون آموزه‌ای که روتشایلد آموزش داد، میخواد شهرت داشته باشه به هر قیمت، از طریق منفور بودن. یکی از راهاش اینه که قانون رو بذاره زیر پا. لذا وقتی شد رئیس جمهور تو دور اول، اومد یک سری قوانین رو توی آمریکا به هم زد، از یک سری کنوانسیون های بین المللی یه طرف خارج شد، داخل خود آمریکا قوانین رو به هم زد. در دوره 4 ساله‌ای که بیرون قدرت بود، خب اولا نتیجه انتخابات رو که نپذیرفت، هواداراش رو فرستاد سمت کنگره، ریختن تو کنگره رو اشغال کردن، 5 نفر کشته شد. اصلا نتیجه انتخابات رو نپذیرفت، اصلا قانون قبول نداره. قانون تا جایی مورد قبولشه که در خدمت این باشه. تو این 4 سال هی بردنش دادگاه، آوردنش، محاکمش کردن، رشوه داده بود، کثافتکاری کرده بود، مسائل دیگه. خلاصه نفرت تولید کرد، ولی بخشی از جامعه خوششون میاد از اینکه کسی هنجار شکن باشه، ساختار شکن باشه. در نوجوانا به کسی که، یعنی نوجوانا به نوجوانی که ساختار شکنه، قوانین اخلاقی خانواده رو میذاره زیر پا، قوانین اخلاقی مدرسه و جامعه رو میذاره زیر پا. پسرها و دخترها سمپاتی دارن. توی غرب معروفه تو سن تینیجری، یعنی بچه‌ای که تو سن تینیجری هستن، دخترای تینیجری بیشتر به پسرایی گرایش دارن که هنجار شکنن، ساختار شکنن، بیشتر نظم و قوانین رو به هم میزنن، به اصطلاح اخلاقیات رو در مینوردن. و به اون کسایی که چارچوب اخلاق و قانون رو رعایت میکنن، به اونا میگن به اصطلاح بچه مثبت، اونا رو بد میدونن. یعنی بین آدم علیه السلام با ابلیسی که قوانین مقررات خدا رو گذاشت زمین، مورد علاقه حوا بوده، اینجوری تبلیغ میشه که اساساً دخترها و زنها، کسایی که هنجار شکنن، ساختار گریزن، اخلاق ستیزن رو بیشتر بهش علاقه دارن. این امروز توی نظام اخلاقی سبک زندگی آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی به شدت تبلیغ میشه، به شدت روی این نکته که در اخلاق زنان و دختران مسئله بدمن و مدمن مطلوبه و کسی که هنجار شکنه مورد علاقه است. البته بعد از اینکه رسیدن به 27 سالگی 30 سالگی، همون دختر جوانی که از 14 15 سالگی تا 30 سالگی به این افراد شرور علاقه داشته، به این افراد هنجار ستیز علاقه داشته، بعد که ذره حالا عقلش کامل میشه، تازه ثبات شخصیت پیدا میکنه، متوجه میشه چقدر اونا بد بودن، اما دیگه دیره، دیگه زندگیشو از دست داده. ورود این به فلسفه و اونجایی که اعلام کردن جبر و اختیار توهمه، براش کتاب فلسفی نوشتن که جبر و اختیار توهمه، نوشتن مسئله خیر و شر توهمه و فقط شر و شرتر. این از فلسفه اومد تو فلسفه اخلاق. در فلسفه اخلاق از دید جرمی بنتام و دیگران، هر چیزی که منفعت برسونه خیر. اگه کسی 4 تا فرد مسلح ورداره بره با یه ماشینی دم یه بانکی با 4 تا گنگستر با اسلحه بانکو خالی کنه ورداره ببره، این عمل چون توش منفعت وجود داره خیره. خیر یعنی این که شما اصلا هر چیزی که منفعت داشت براتون، مهم نیست که اون اخلاقی یا غیر اخلاقی، شرعی یا غیر شرعی، عقلی یا غیر عقلی. اینی که 200 سال گذشته، 250 سال گذشته، بعد از اینکه یوتیلیتاریانیسم و فلسفه اخلاق جرمی بنتام در سود انگاری و فایده انگاری، به قول خودشون بنفیت، مبنا قرار گرفت، کار به جای رسیده که امروز منفعت داره براشون. لذا یه روز سوریه بده چون به اسرائیل و آمریکا و ترکیه و اینا کولی نمیده، تروریستا رو میریزن سر مردم رو میبرن، میلیون ها نفر رو آواره میکنن، 300,000 نفر رو اونجا کشتن، زنان و دختران اونجا رو به بردگی و اسارت بردن. اما همین تروریستا بعدن وقتی میرسن تو قدرت توی دمشق، از نظر یوتیلیتاریانیسم و اصالت فایده جرمی بنتام در علوم سیاسی که بهش میگن منافع ملی، اون منفعت در اخلاق اومد تو اقتصاد شد منفعت اقتصادی بنفیت، اومد توی سیاست شد منافع ملی. کلمه منافع ملی که میگن از اندیشه جرمی بنتام میاد. حالا توی سیاست هر چی سود داره، هر چی منفعت داره، الان دیگه خیره.
یعنی الان دیگه اصلا مهم نیست که تروریستا تو دمشق حاکم شدن، الان مهم اینه که برای آمریکا، برای اتحادیه اروپا، برای رژیم صهیونیستی، برای ترکیه، برای عربستان، برای قطر، برای امارات سود داره. اینا دیگه الان تروریست نیستن، از لیست تروریستا میذارنشون بیرون، تحریم های سوریه رو برمیدارن، اینا اون سر و وضعای بدوی رو که داشتن میذارن کنار، کت شلوار میپوشن، کراوات میزنن، میاد میشینن اونجا. زن وزیر خارجه آلمان میاد، این از آمریکا میره دیدنشون، اون یکی از امارات میره، اون یکی از قطر میره، اون یکی از ترکیه میره. اینا دیگه شدن مؤثر. چون الان تا دیروز تروریسم بد بود، اما الان دیگه تروریستا خوبن. این میشه یوتیلیتاریانیسم. اینجا ببینید خیر و شر وجود نداره، اینجا خوب و بد وجود نداره، اینجا حق و باطل وجود نداره، اینجا چی وجود داره؟ منفعت وجود داره. یوتیلیتاریانیسم، اصالت منفعت و فایده. لذا تروریست اگه برای شما فایده داشت خوبه، دزدی اگه برای شما فایده داشت خوبه، باطل اگه برای شما فایده داشت خوبه، طاغوت اگه برای شما فایده داشت خوبه، ابلیس اگه برای شما فایده داشت خوبه. اگر خدا برای شما فایده از این جهت که نفسانیات شما رو تامین کنه فایده نداشت، خدا بده. این میشه فلسفه اخلاق سال 2025 میلادی در غرب، که ما چیزی به نام خیر و شر نداریم، ما اصالت فایده داریم. اما اصالت فایده در قرآن که فایده رو بروز ضرره، منفعت رو بروز ضرره، در قرآن صد بالاتر داره. تو معرفت توحیدی بالاتر از ضرر خسارت، بالاتر از منفعت فلاحه. یزید ظاهراً در کربلا منفعت برد، امام حسین علیه السلام و یارانشون ظاهراً در کربلا ضرر کردن، اما امام حسین و یارانشون در کربلا به فلاح رسیدن. یزید، شمر، ابن زیاد و دیگران در کربلا به خسارت رسیدن. ان الانسان لفی خسر. فلاح و خسارت تو معرفت توحیدی که بالاتر از منفعت و ضرره. چرا جامعه آمریکایی بیش از 70 میلیون نفر رأی دادن به دونالد ترامپ؟ نمیدونستن که این فرد دروغگویه؟ یعنی انتهای دوره ریاست جمهوریش لیستی منتشر کردن رسانه ها از دروغایی که گفته بود. خب یک رئیس جمهور دروغگو، یک رئیس جمهور قانونگریز، هنجار ستیز. چرا در دوره 4 ساله‌ای که این کنار بود، در دوره بایدن، این همه بردنش دادگاه و این همه خباثت و جنایت کرد؟ مجددا مردم آمریکا بهش رو آوردن، چون اخلاق اون مردم از کودکیشون با فیلم‌های سینمایی، انیمیشن‌ها، اسباب بازی‌ها، داستان‌ها و غیره گرایش پیدا کرده به مدمن. وقتی با همین صراحت انیمیشن میسازن، انیمیشن مدمن، انیمیشن من نفرت انگیز، بعد این من نفرت انگیز بر کیا سیطره داره؟ این من نفرت انگیز بر مینیون های سیطره داره که مینیون ها شورش نمی کنن، حقوق نمیخوان، نابودیشون مهم نیست. یک سری گله‌ای که بروار در خدمت اون من نفرت انگیزن. من نفرت انگیز فردیه که دولت رو قبول نداره، قدرت رو قبول نداره، قانون رو قبول نداره، اخلاق رو قبول نداره، اما محبوب کودکانه. در یه جامعه‌ای که از 50 سال پیش، 60 سال پیش در فیلم‌های سینمایی، سریال‌ها، انیمیشن‌ها و اسباب بازی‌ها اخلاق کودکان اون جامعه رو بردن به سمت شخصیت منفی و شخص منفی رو، قانونگریز و قانون ستیز رو محبوب کردن، خب معلومه 70-80 میلیون نفر رأی میدن به دونالد ترامپ. دهه 60 میلادی مثلا فیلمی ساختن، بانی و کلاید، یک زوج جوانی که اینا قانونگریز بودن، میرفتن دزدی میکردن، میادن کمک میکردن به مردم، مثلا با دزدی. بعد این فیلم به جای اینکه تقبیح بشه، همه بگن عجب فیلم زشتی، خب چرا طرف باید بره دزدی کنه، بعد میگفتن عجب کار خوبی میکنه. یعنی بانی و کلاید در سینمای اجتماعی ساختار شکنی بود در دهه 1960 که این وقتی 50 سال بعد میاد در سال 2015 و سال 2017 و سال 2024 مثلا من نفرت انگیز ساخته میشه، نه فقط در آمریکا، در همه دنیا همه خوششون میاد. انگار مثلا یه بانی و کلایدی هن که میرن دزدی میکنن. حالا اینجا هم در من نفرت انگیز این میخواد بزرگترین دزدی رو انجام بده، میره ماه رو میدزده و بچه ها میشینن میبینن خوششون میاد. خب
خب بچه‌ای که نشست خوشش اومد، یواش 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 خلق و خوی این بچه در کودکی و خلق و خوی اون جوانی که میشینه این فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها رو میبینه، این وقتی بازتاب اجتماعیش میشه این که دونالد ترامپ میاد سر کار، از دید اینا خوبه. لذا نتانیاهو 50-60 هزار نفر رو در طول 460-70 روز در غزه شهید کرد، بیش از 100 هزار نفر رو جانباز کرد، مجروح کرد، بیش از 10 هزار نفر زیر آوار، مردم رو قتل عام کرد. اما اصلا قوانین بین الملل، حقوق بشر، دموکراسی، آزادی، انسانیت، هیچ چی مطرح نیست. جامعه غربی به اون علاقه داره. داخل ایران هم همینطور. داخل این انیمیشن ها و فیلم های سینمایی و سریال ها چه کار میکنن؟ من نفرت انگیز میاد میشه شخصیت مورد علاقه نسل بعد. یه دفعه میبینید ترامپ 80 میلیون به یک نفرت انگیز رأی میدن. حالا جالبه، ترامپ بار اول که میخواست بشه رئیس جمهور 1196، همین من نفرت انگیز، برادر دوقلوی من نفرت انگیز پیدا شد، یه شخصیتی شبیه ترامپ. یعنی وقتی که ترامپ میخواست رأی بیاره، یه انیمیشنی ساختن من نفرت انگیز 3، در من نفرت انگیز 3 گرو متوجه شد یه برادری داره به نام درو که این درو در واقع همون کاراکتر دونالد ترامپ بود و این درو که شبیه دونالد ترامپ بود میاد تو اون و حالا با هم تصمیم میگیرن دزدی کنن. یعنی چقدر سینماشون قشنگ تو کودکان بسترسازی میکنه برای مثلا اومدن یک فرد منفور به رأس قدرت. و امروز هم دوباره دونالد ترامپ آمد رسید به قدرت با چه منظر و مشربی؟ با این منظر و مشرب که منفور باشه. چجوری منفور باشه؟ یعنی بیاد بگه که هنوز نیامده سر قدرت، اول گفتش که این کانال پاناما مال ماست، باید مثلا برگرده و یعنی به کشور پاناما هشدار داد که پاناما رو میخواد بگیره و اون کانال بعد عوارض و مالیاتی که بابت عبور کشتی‌ها داده میشه از اون کانال آمریکا بگیره تو دست خودش. بعد نفرت ایجاد کرد، یعنی مشهور شد، فوری مردم همین پاناما ریختن تو خیابون، پرچم آمریکا رو آتیش زدن. بعد گفتش که این کانادا باید بیاد جزو آمریکا. هیچی، کانادا بلند شد اعتراض کرد، یه حرفا چیه میزنید؟ گفت شما استان مایید، باید بیاد جزو ما. مردم داخل آمریکا خوششون اومد، به به این عجب ساختار شکنه، کانادایی‌ها نفرت پیدا کردن. بعد بلند شد گفت این جزیره بزرگ گرینلند که یه وسعت بسیار عظیمی داره، مال کشور دانمارک، گفت این مال آمریکاست، باید بیاد جزو آمریکا. خود دانمارک، آلمان، فرانسه بیانیه دادن این حرفا چیه ترامپ میزنه. بعد بلند شد خط و نشون کشید برای عربا و غزه و اینا که من فشار میارم به نتانیاهو بپذیره آتش بس رو قبل از اینکه من برم تو کاخ سفید، اما اگر فرداش کسی تعرض کنه به اسرائیلیا من جهنم به پا میکنم. از این دست حرفایی که همیشه میزنه. بعد بلند شد به اروپا گفتش باید پول ناتو رو بدید. بعد به مهاجرا گفتش که بعد از آمریکا زود برید بیرون. بعد به مکزیک گفتش که این خلیج مکزیک باید بشه خلیج آمریکا. رئیس جمهور مکزیک بلند شد بیانیه داد آقا این حرفا چیه میزنی؟ میخواد همه چیز رو به اسم خودش کنه. بعد درباره هسته ایران گفتش که ایران حق نداره بمب اتم بسازه، ولی من نمیدونم چه کار میکنم فلان میکنم. ببینید این میخواد مشهور باشه از راه نفرت، یعنی منفور مشهور. همون جمله روتشایلد به فرزندانش که اگه نمیتونی محبوب باشی منفوری باش که همه رو مقهور خودت کنی. پس رفتار اجتماعی امروز در عرصه سیاست دیگه محبوبیت و مقبولیت محسوب نمیشه. کودکان باید چه چیزی رو یاد بگیرن؟ باید یاد بگیرن چرا تو انیمیشناشون رسما میگن من نفرت انگیز. داخل من نفرت انگیز هیچ خیری وجود نداره، همه شرن. منتاش یکی شره یعنی گرو، یکی شرتره یعنی اون کسی که گرو میره باش مبارزه میکنه. این اساس فلسفه اخلاق و فلسفه اجتماعی امروز غربه. در علوم سیاسی هم همینه، در علوم اجتماعی هم همینه، در علوم فرهنگی هم همینه، در علوم نظامیشون هم همینه. لذا نظام معرفت بشر امروز غلطه. در جهاد تبیین برای اینکه ما به این قواعد برسیم باید اول به جهاد کبیر بپردازیم. فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. ای پیامبر مبادا از قواعد کفار تبعیت کنی، در این که تبعیت نمی کنی باهاشون جهاد کن، این میشه جهاد کبیر. الان قواعد کفار عادی کرده همه چیز رو.
فلسفهشون اومده گفته خیر و شری نداریم، شر داریم و شرتر. اخلاقشون همینو گفته، سیاستشون هم همینو میگه. منافع ملی آمریکا حکم میکنه بگه کانادا مال من، پاناما مال من، گرینلند مال من، چین بره کنار، روسیه اینجوری بشه، ایران اونجوری بشه، غزه اونجوری بشه، همین. بعد میگه اول آمریکا، شعارش اینه، میگه اول آمریکا بعد بقیه دنیا. یعنی همه فدای آمریکا بشن. یک هنرپیشه بچهش تو آمریکا بود، میگفت من در مورد پولی که میگیرم تو سینمای ایران، همه ایران فدای فرزند من بشه، من باید اینجا کار کنم، پول در بیارم بفرستم اونجا برای بچه‌م تو آمریکا. این فرهنگ کسایی که بلند میشن میرن مثلا میگن که ما همه ایران فدای بچه ما و بعد بچه‌شو میفرسته بره اونجا، بعد خودش هم بلند میشه دنبال بچه‌ش میره، میشه اپوزیسیون جمهوری اسلامی. این اول آمریکا، این فرهنگ دونالد ترامپه. شعارش تو سال 1196 این بود که اول آمریکا. بعد شعار این که اول آمریکاست الان دوباره میگه. وقتی میگه اول آمریکا، میگه مهم نیست اروپا چه کار میکنه، گرینلند مال ما آمریکایی‌ها، کانادا مال ما آمریکایی‌ها، پاناما مال ما آمریکایی‌ها، جنگ تجاری با چین بالا، جنگ جدی با ایران بالا. این 11 کشوری که عضو بریکس هستن، اگه از معاملاتشون دلار رو بذارن کنار، من ترامپ 100% بهشون تعرفه میبندم. حق ندارید شما مستقل باشید، حق ندارید دلار من آمریکا رو بذارید کنار. اول آمریکا یعنی خودخواهی به حد اعلا. بعد توی آمریکا میشه شخصیت ممتاز. تو کشورهای دیگه هم میگن رئیس جمهور یعنی این کسی که میتونه اینجوری با گردن کلفتی کار جلو ببره. به نظر شما چند نفر تو ایران الان میگن دم ترامپ گرم؟ چون اخلاق مردم اخلاق فاسد آمریکایی شده. مردم ظاهرا نشستن مینیون ها رو دیدن، ظاهرا نشستن به اصطلاح من نفرت انگیز 1 و 2 و 3 و 4 رو دیدن، ظاهرا نشستن پدراشون تو دوره ما نشستن بانی و کلاید رو دیدن. اما از اون فیلم های سینمایی و سریال ها تا این انیمیشن ها، نسلی که فرهنگ آمریکا رو بدون اینکه آنالیز کنه همینجوری میپذیره، این نسل امروز تبدیل شده به کسایی که عاشق، شیفته و واله فرهنگ آمریکایی هستن. ما فرهنگ رو تعطیل کردیم، گفتیم اون ور دنیا چیز دارن برام آموزش پرورش و دانشگاه، هر چی اونا تو این کتابا میگن درسته، بیاریم ترجمه کنیم بدیم به بچه‌هامون. اینم که کارتونه، ما میریم به آشپزیمون میرسیم، به کارامون میرسیم، بچه‌ها رو میذاریم بنشینه تو فیلمو من نفرت انگیز ببینه. شما نمیدونید وقتی اون 100 میلیون دلار 200 میلیون دلار خرج کرده من نفرت انگیز رو ساخته، با اون من نفرت انگیز کل فلسفه اخلاق، فلسفه دین، فلسفه سیاست، فلسفه اقتصاد و 10 تا فلسفه دیگر رو داره به بچه شما حقنه میکنه که خیر و شر وجود ندارد. وقتی خیر وجود ندارد، شر و شرتر. شر باید تایید بشه نه شرتر. لذا 10 سال بعد وقتی دونالد ترامپ دوباره میاد کاندیدا میشه، این دفعه همون بچه‌ای که 10 سال پیش من نفرت انگیز دیده با عشق و علاقه میگه ای کاش ترامپ بیاد مثلا ایران رو هم بگیره. آموزش و پرورش باید هر روز یک انیمیشن نشون بده، مبانی فلسفی اون انیمیشن رو به چالش بکشه تا بره جلو. علوم انسانی رو داره از انیمیشن ها حقوق نمیکنه. بعد قشنگ نگاه کنید، ترامپ رو سال 2017 یعنی 1196 ترامپ رو گذاشتن روبرو این، به سادگی ترامپ رأی آورد. من نفرت انگیز چقدر قشنگ فضا سازی کرده بود. یادم سریال 24 رو یه موقع توی تلویزیون توضیح دادم، گفتم ببینید اینا وقتی که در 1387 اوبامای سیاه‌پوست اومد سر کار، 7 سال قبلش در 1380 اینا یک سیاه‌پوست رو کردن تو فیلم 24 رئیس جمهور آمریکا. یعنی قشنگ زمینه سازی کردن با سریال 24. 7 سال بعد یک رئیس جمهور سیاه‌پوست رفت توی کاخ سفید. اینه که در مدارس، در دانشگاه‌ها و در حوزه‌های علمیه باید با فیلم‌های سینمایی، با انیمیشن‌ها، با بازی‌های کامپیوتری علوم اسلامی درس داده بشه. مطلبی که امروز من دارم به شما عرض می‌کنم، دانشجوی فوق لیسانس دکترا توی علوم سیاسی میخونه، توی علوم اجتماعی میخونه، توی روانشناسی میخونه، توی فلسفه میخونه، توی علوم استراتژیک میخونه، توی علم کلام میخونه. ما اینو سادهش می‌کنیم برای بچه‌ها در حد انیمیشن کذایی که بچه‌ها ببینید فرد در رفتار اجتماعی میخواد محبوب باشه، نمیتونه از راههای مثبت محبوب باشه، میره دنبال سلبریتیز، یعنی محبوبیت رو میخره. اما یه موقعی یهودیه
روتشایلد گفته که اگه به بچه‌هاش گفته اگه نمیتونید محبوب باشید منفور مقتدر باشید. این اومده شده اصل در سیاست استراتژیک آمریکا. امروز کسی به نام دونالد ترامپ منفور مقتدره. این چرا بلند میشه میگه من امروز برم تو کاخ سفید فردا حکم اعدام رو اجرا میکنم؟ چون مثلا دموکرات‌ها با اعدام تو بعضی از بخش‌ها مخالفن. این اول میاد میگه اعدام، خب یه سری‌ها نفرت پیدا میکنن تو آمریکا. بعد میاد میگه مهاجرین کشورها باید برن بیرون. خب مهاجرین هم که اونجا احساس بی‌ثباتی میکنن ناراحت میشن. به اروپا هم میگه باید دانمارک این گرینلند رو بده به من. به کانادا هم میگه تو باید جزو آمریکا بشی. به مکزیک هم میگه این خلیج مکزیک نیست اسمش خلیج آمریکاست. به اون یکی پاناما هم میگه، یعنی همه رو علیه خودش میشورونه. چرا اینجوریه؟ چون قاعده من نفرت انگیزه. کسی که نفرت انگیزه باید قواعد اخلاقی رو بذاره زیر پا، قواعد و قوانین رو هم بذاره زیر پا. کسی که تابع قوانین و تابع مقررات اخلاقی باشه، فرد اخلاق‌گرا به درد سیستمی که مدمنها در اون کار جلو میبرن نمیخوره. چرا اینجوری شده؟ چون اومدن از دوره بانی و کلاید با اون فیلم‌های سینمایی 60 سال بعدش با مثلا فرض کنید من نفرت انگیز، با اینها اومدن اخلاق جامعه رو بردن به سمت رویکرد یوتیلیتاریانیسم جرمی بنتام. این اتفاق افتاده، بچه‌ها دارن اینجوری بار میان. خوشتون بیاد بدتون بیاد اینو دریابید در نیابید، کودکان شما در شبکه پویای جمهوری اسلامی، در فیلیمو، در آپارات کودک، در این چیزایی که تو بقالیا میفروشن کنارشون تخم مرغ و اینا، این دیویدیا، بچه‌های شما دارن تو انیمیشنایی که غرب داره میسازه داره مبانی فلسفی غرب رو در مییابند. اگه قرار نسل بعد رو متحول کنید باید این سازوکار رو بذارید مبنا. لذا این یک اصله که ما باید بهش توجه جدی داشته باشیم. در رفتار اجتماعی همه میکوشن که محبوب باشن. این حکم عقله. افراد در این محبوب نمایی خود به سلبریتیز منجر شده. اما نقیض هم داره، منفور بودن. روتشایلد یهودی در بریتانیا به فرزندان خودش آموخت که اگه نمیتونید محبوب باشید پس منفور مقتدر باشید. کسانی که از شما نفرت داشته باشن اما شما رو برای قدرت تحسین کنن، یعنی شرور موجه. محبوب کسیه که بابت خیر خودش محبوب شده، پس کاملا موجهه. اما منفور بابت تقابل خودش منفور شده، پس چنانچه مقتدر باشه به شر موجه تبدیل میشه. اینا دنبال پدیده شر موجهن. مکر و حربه اجتماعی روتشایلد آموزه‌ای شد که مبتنی بر اون پدیده سلبریتی منفور موجه پدید اومد و این شرور موجه هنگامی محبوبیت و شهرت یافت که علیرغم ساختار شکنی و قانونگریزی و اخلاق ستیزی در هم شکننده شرورترها بود. آموزه هیچ کس خیر نیست بلکه همه شر هستن اما گروهی شرترن. طبعا این شرور هنگامی که اون شرترها رو نابود میکنه به شر ضروری تبدیل میشه. نظریه که تو علوم سیاسی فلسفه سیاست بهش میگن دولت شر ضروریه. حالا این اومده تبدیل شده به این سازوکاری که میبینید. پس طبعا این شرور هنگامی که شرترها رو نابود میکرد به شر ضروری تبدیل شده و وجود اونا مفید قلمداد میشد. مجموعه چارگانه من نفرت انگیز مبتنی بر همین آموزه ساخته شده. در 1396 در هنگام ورود ترامپ به کاخ سفید قسمت سوم من نفرت انگیز ساخته شد که درو برادر گرو در اون نقش آفرین بود. کسی که آمد به صحنه تا با دعوت از گرو از او رویه‌های شرارت رو بیاموزه. گرو و درو موفق شدن الماس رو پس بگیرن و بالتازار پانکی شرور رو که نماد دهه 1980 و جنبش پانک در مثلا هالیوود بود رو نابود کنن. جالب اونجایی که این صحنه درگیری انجام میشه، اونجایی که رو صخره بالای منطقه هالیوود نوشته هالیوود، اون کلمه هالیوودی که تو فیلم‌ها می‌بینید، من منطقه هالیوود که اون پایین است تو لس آنجلس دقیقاً همین بود که 2 هفته پیش آتیش گرفت و کلا اون تپه و این منطقه‌ای که این درگیری تو این انیمیشن انجام میشه همون جایی است که تو این 2 هفته گذشته کلا آتیش گرفت، سوخت. و گرو و درو مبتنی بر ین و یانگ، یکی سیاه و دیگری سفید، یکی با خصلت مردانه یعنی گرو با خصلت مردانه و دیگری درو با خصلت زنانه، در یک تعادل نسبی شرارت نظم رو برقرار کرده و با دغدغه شررورزی
و بدون توجه به قانون نظم شرورانه نه نظم قانونی رو حاکم میکنن که حاصل تعادل بین شرارت گروه و شرارت دروه. یعنی در واقع دوتاشون لباسی که پدرشون دوخته لباس مشکی که داره گروه میپوشه، لباسی هم که سفیده پدرش دوخته درو میپوشه، میشن نماد ین و یانگ. درو که لباس سفید میپوشه با خصلت زنانه، گروه با لباس مشکی با خصلت مردانه. تعادل بین ین و یانگ نظم ایجاد میکنه، نه نظمی که قانون میخواد، نه نظمی که قانون مد نظر داره. اکنون درو که تبلور ترامپ بود وارد شده در 1996. کسی که تاجر بود، چون این درو هم تاجر خوک بوده و بیزینس خانوادگی پرورش خوک داشت، اما پوششی بود برای شرارتش و بالاخره به جرگه اشرار پذیرفته شد. یعنی از گروه خواست که اینم ببره تو اشرار و گروه اون رو برای بازپسگیری الماس و نابود کردن بالتازار پانکی به کار گرفت. اکنون ترامپ مجدداً به صحنه برگشته، سومین من نفرت انگیز، در حالی که ین و یانگ دیگه مطرح نیست. آبی و قرمز دموکرات و جمهوری خواه اصالت نداره، بلکه شرور و شرورتر مطرحه. ترامپ شرور با نفرت انگیزی نقش منفور مقبول یا سلبریتی منفور رو داره ایفا میکنه، اما برای نابودی کدام شرورتر و منفورتر از خودش باید شرورتر تعریف کنه دیگه. ای کانادا تو باید بیای جزو ما والله شری، ای پاناما تو باید به ما ماریو دوارز بدی به خاطر تنگه والله شری، ای گرینلند تو باید بیای جزو ما والله اروپا و دانمارک شرن، ای بریکس اعضای بریکس 11 تا کشور شما باید دلار آمریکا رو مبنای تجارت قرار بدید والله اگر شما با پول خودتون کار کنید شما شرید. یعنی یک شری که برای اول آمریکا، برای بقای آمریکا باید دیگران رو از میدان بدر کنه. این سازوکاری است که باید اونا رو منفور کنه. بعد همین نیومده سر کار بعد تو دوره ریاست جمهوریش به مردم آمریکا بگه شما بیچاره چون گرینلند دست به اصطلاح دانمارک، شما بیچاره چون کانادا نشده استان بعدی شما بیچاره چون که پاناما دست ما نیست، شما بیچاره چون کشورهای بریکس میخوان با پول خودشون تجارت کنن نه با دلار آمریکا. یعنی این رویه‌ای که دنبال میکنه نابودی هرچی بهش میگفتن دموکراسی، حقوق بشر، جامعه مدنی، سیویل سوسایتی، یعنی همه چیز رو در ارزش‌های آمریکایی که ادعا میشد قبلا نابود کرده. حالا اینجا دیگه ببینید اصلا دعوای قرمز و آبی نیست، تا دعوای حزب جمهوری خواه قرمز و حزب دموکرات آبی، دعوای الاغ‌ها که نماد دموکرات‌ها هستن و فیل‌ها که نماد جمهوری خواه هستن، بهشون میگن پولیتیکال انیمال، حیوانات سیاسی. دعوای اینا نیست دیگه ها. اصلا دیگه کسی دعوای آبی و قرمز دموکرات و جمهوری خواه نداره، بلکه دعوای دست راستی ها و دست چپی هاست. جناح در عربی یعنی بال دیگه، جنحه که میگن یعنی بال و اینجوری میگیرن جلو خودشون میشه سپر میشه جنحه. جناح که میگن الان اینجا ببینید این جناح چپه، این جناح راسته، این بال راسته، این بال چپه. جناح در معماری قرآنی چیه؟ اصحاب یمین و اصحاب شمال، آبی و قرمز و چپ و راست و این و اون نیست. اصحاب یمین کسایی هستند که در قیامت نامه اعمالشون دست راستشون داده میشه. اصحاب شمال کسایی هستند که نامه اعمالشون دست چپشون داده میشه. اینا مؤمنن، اینا کافر. اینا نامه رو که گرفتن میرن بهشت، اینا نامه رو که گرفتن میرن جهنم. اینا در دنیا به رزق الهی متکی بودن، اینا در دنیا کاسب بودن، کسب کردن، شهرت و پول و مال و ثروت و سواد و همه چیز رو کسب کردن. جناح آبی و قرمز نداریم، جناح دموکرات جمهوری خواه نداریم، جناح چپ و راست مدرن که تو علوم سیاسی، علوم اجتماعی و علوم ورزشی و علوم رسانه‌ای مطرحه نداریم. الان در ایران 2 تا تیم قرمز هست، قرمز و آبی، 2 روزنامه آبی و قرمز داریم، 2 تا جناح سیاسی آبی و قرمز داریم که اینا تقسیم بندی از قبل از انقلاب آمریکایی‌ها اومدن برای رژیم پهلوی ایجاد کردن. هنوز روزنامه کیهان و اطلاعات یکیش علامتش آبیه، یکیش تیترش قرمزه. هنوز 2 تا تیم آبی و قرمز، 2 تا جناح سیاسی آبی و قرمز. این وضعیت که تو آمریکا میشه دموکرات جمهوری خواه، میشه واشنگتن پست نیویورک تایمز، میشه تایم نیوز ویک، میشه CNN فکس نیوز، میشه الاغ‌ها و فیل‌ها، این دیگه به هم ریخته. قرآنیش میشه چی؟
قرآنیش میشه یمین و شمال، جناح راست، جناح چپ. کسانی که نامشون رو میدن دست راستشون نام اعمالشون رو، کسایی که نام اعمالشون رو میدن دست چپشون. در سوره واقعه اینا کسانی هن که به بهشت میرن، اونا کسانی هن که میرن جهنم. و اصحاب یمین گروگان نیستن چون کسب نمی کنن. کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین. یعنی چی؟ یعنی اهل رزقن، اهل کسب نیستن. اما کسایی که میرن جهنم اهل کسبن دیگه. کل نفس بما کسبت رهینه. این تقسیم بندی رو بچه ها وقتی یاد بگیرن چه چیزی رو باش متوجه میشن؟ اولا تقسیم بندی سیاسی آبی و قرمز، چپ و راست و سازوکارها رو که متوجه میشن هر دوتا شره. حالا یه بار دموکرات ها شرن، جمهوری خواه ها شرترن، یه بار جمهوری خواه ها شرن، دموکرات ها شرترن. خوب وجود نداره، بد و بدتر وجود داره. چون این تقسیم بندی سیاسی مبتنی بر همون تلقی جرمی بنتام در فایده گرایی. خب اما تقسیم بندی قرآنی به یمین و شمال تقسیم میشه. جناح سیاسی سبز و بنفش، جناح سیاسی که نام اعمالش رو میخواد بگیره دست راستش یا نام اعمالش رو میخواد بگیره دست چپش، تبیین این مهمه. کودک باید قرآنی تقسیم بندی جناح‌های سیاسی ناظر به آخرت و قیامت رو ببینه. اگر کودک با این آشنا شد و این تقسیم بندی رو دید و با این جهتگیری آشنا شد، متوجه میشه که من نفرت انگیز و سازوکارهای دیگه، چه گرو، چه درو، چه دونالد، همشون کسایی هستند که نام اعمالشون میدن دست چپشون. جناح‌های سیاسی چپ و راست و تیم آبی و قرمز و روزنامه آبی و قرمز و نمیدونم مجله آبی و قرمز تایم و نیوزویک و روزنامه آبی و قرمز نیویورک تایمز و واشنگتن پست و تیم آبی و قرمز نمیدونم چیه بسکتبال فلان نمیدونم توی کذا و اینا، همشون نام اعمالشون رو میدن دست چپشون. ما چطور باید یک سیستم اجتماعی طراحی کنیم که نام اعمال دست راست افراد داده بشه؟ اگر از کودکیشون این برنامه ریزی رو نداشته باشیم، خب این بچه نمیتونه در علن نهایه نمیتونه در قیامت نام اعمالش رو در دست راستش بگیره. کی باید اینو آموزش ببینه؟ چگونه باید قرآن براش ساده بشه و از توی این آیاتی که اونجوری توی این خط عثمان طاها نوشته شده که بچه‌ها نمیتونن بخونن، بزرگا هم نمیتونن بخونن، این باید ساده بشه، بیاد بچه متوجه جناح‌بندی سیاسی در سوره واقعه بشه از کودکی دیگه. لذا این تقسیم بندی که عرض کردم الان ناظر به اینه. پس گروه های سیاسی به قرمز و آبی تقسیم نمیشن، بلکه به گروه دست راستی جناح راست و به گروه دست چپی تفکیک میشن، اصحاب یمین و اصحاب شمال. کسانی که نامه اعمال اونها به دست راست اونها داده میشه، کسانی که نامه اعمال اونها به دست چپشون داده میشه. در این تلقی اشرار همه جزو اصحاب شمالن، چه اشرار ساده چه اشرار پیچیده و چه. و نامه اعمال اونا به دست چپ اونا داده میشه. سلبریتی ها، این سیاستمدارا، این تاجراشون، این دانشگاهیاشون، این موارد چپ و راست نداریم اونجا، همه اینا نامه اعمالشون دست چپشون. ترامپ میگه اول آمریکا، گرو هم میگه اول خودم. یک شرور اول به خودش اولویت میده و هیچ. لذا روحیه ایثارگری نداره مطلقاً، که این میشه همون ویژگی خودخواهی اصحاب شمال. ما انیمیشن من نفرت انگیز 3 که ابتدای روی کار آمدن دوره اول ترامپ در 1196 منتشر شد و بسیار پرفروش شد و اون سال به عنوان 4مین فیلم پرفروش در سینمای آمریکا و غرب معرفی شد، شناخته شد و خیلی هم تاثیرگذار بود. این فیلم رو ببینیم. این یک شورش علیه فرهنگ پانک در دهه 1980 آمریکاست. اون موقع فرهنگ بود به اسم فرهنگ پانکی و اون شخصیتی که اونجا سرخورده شده بود حالا میاد که هالیوود رو نابود کنه، الماس رو میدزده، اینا رو بروش میستن. این درو به عنوان برادر دوقلو میاد درخواست میکنه که گرو اینم به شرارت بپذیره، بعد میپذیرش و سازوکارهایی که داره. این رو ببینیم تا این نکاتی که عرض کردم یه بخشایش برای شما تبیین و روشن بشه، بعد نظرات بچه‌ها رو بشنویم. بفرمایید.
همطوری که در این انیمیشن در قسمت سوم من نفرت انگیز دیدید که شرارت رو میگفتش که این کالچر خانوادگیه، یعنی فرهنگ خانوادگی شرارت و اینا باید به عنوان مثلا شرور خانوادگی این فرهنگ رو حفظ کنند. خب این یک مشکلیه که ما متاسفانه در این انیمیشن ها میبینیم و همینطوری که دیدید برای بچه ها جذابیت داشت و بچه ها رو سر کرده بود، بچه ها بهش به اصطلاح دل داده بودن، توجه میکردن. با همین کیفیت، چون بخشی از این نظام فطری انسان گرایش داره به همین آزادی که انسان بخواد هر چارچوب محدود کننده قانونی یا شرعی یا عقلی رو به هم بزنه، از این ظرفیت و جذابیت استفاده میکنن. تو بنیان فلسفی لیبرالیسمش میگن لسفر، یعنی ولش کن هر کاری میخواد بکنه. این ولش کن هر کاری میخواد بکنه جذابیت داره دیگه. لذا مقوله لسفر و اون آزادیایی که از این جهت مد نظر دارن، یک بخشش هم در بنیانهای این که شرارت فرد و بدی فرد رو ما تایید کنیم، بپذیریم دیده میشه. از این جهت این متاسفانه برای بچه‌های جذابیت‌هایی داره که خب باید طبعاً به عنوان سم و خطر تربیتی و اخلاقی از بچه‌ها سمزدایی بشه با واکسینه کردنشون، با آشنا کردنشون به این حدود و ثغور. اما نکته کلیدی اینه که اینجا وقتی قراره یک کسی شهرت پیدا کنه، اون قسمت اول همین فیلم سینمایی گرو، قسمت اولش تو من نفرت انگیز 1 میخواست شهرتی پیدا کنه که از همه دزدا بالاتر بشه، لذا بره چه چیزی رو بدزده؟ بره ماه رو بدزده. دیگه از ماه درشتر چیزی نبود که بره بدزده که معلوم بشه مثلا دیگه خیلی دزد بالایی است و شهرت بالاتری داره. این که به هر قیمت میخوان مشهور بشن و برای مشهور شدن و شهرت نیاز دارن، در سلبریتیز نیاز دارن که از راه نفرت انگیزی شهرت پیدا کنن، نه اینکه محبوبیت داشته باشن. این فرهنگ و فلسفه است که هم در بنیانهای یوتیلیتاریانیسم و اصالت فایده بنتامی خودشون نشون میده. هرچی فایده داره خوبه. حالا انسان از راه دزدی و شهرت غلط هم به این فایده برسه، مورد تاییدشونه. از سوی دیگه این تلقی که اون یهودیه به اصطلاح روتشایلد گفته بود اگه نمیتونید محبوب باشید پس منفور باشید و منفور مقتدر که از شما حساب ببرن، این قاعده امروز فرهنگ سازی شده در این انیمیشن ها و فیلم های سینمایی و سریال های آمریکایی و متاسفانه کودکان با اینا ارتباط میگیرن. وقتی تو سن جوانی میرسن، تو مرحله انتخابات و رفراندوم، شما میدونید فرض کنید راحت به یک کسی مثل ترامپ رای میدن، یا کسی که سعی میکنه دروغ بگه، سعی میکنه منفور باشه، سعی میکنه منفور مقتدر باشه، مردم رو به انقیاد و اطاعت از خودش در بیاره، به ضرب و زور. این سازوکار همون روش ابلیسه، همون روش شیاطینه. پس این یک نکته کلیدیه در فرهنگ سازی که امروز سینمای هالیوود و نظام انیمیشن اینها برای این سازوکارهای باطل هزینه میکنن. و اینکه شما میبینید انتخاب بشر توی قضیه جنگ غزه یه جاهای غلطه، بعضیا میشن حامی رژیم صهیونیستی، یا یه جاهایی در انتخابات تو آمریکا اینجوری عمل میکنن. موارد دیگه تحت تاثیر این تعلیمات، این بنیانهای فلسفی و روانشناختی و جامعه شناختی اثر خودش رو گذاشته. پس بشر اگر فلاکت داره، فلاکتش به خاطر این جهله. این جهل چجوری باید زدود؟ با سرپنجه عقل. تعقل در بشر باشه، وقتی از کودکی بچه‌ها قوه تفقه و تعقل پیدا کنن، میتونن این تجاهل رو کنار بزنن. همینطوری که بچه‌ها اومدن گفتن اینجا که شما با توهماتی که اینها رقم زده بودن میدیدید دارن کار خودشون رو جلو میبرن. این یه واقعیتیه. اینا دامنه عظیمی از توهمات رو در این نظام تخیلی هنری حقنه میکنن به نسل بعد و خب این خیلی خطرناک. البته المان‌های سیاسی پشت صحنه کاملا شفاف بود. همونطوری که دیدید فضای انتخابات سال 1396 و روی کار آمدن ترامپ با درو به عنوان برادر موبلوند گرو که اینجا در تفکیک ین و یانگ، یکیشون سفید بود یکیشون سیاه، که این تعادل بین دو تا انسان شرور بتونه نظم و ایجاد کنه. این نکته اولش بود. البته 2 تا 3 تا سکانس داشت. اگر خاطرتون باشه جاهایی که اون رئیس اون سازمان، رئیس آژانس مبارزه با شرارت
یه جایی که یه استیجی بود، یه سنی بود که حالت به اصطلاح ششپر رژیم صهیونیستی رو داشت با همون رنگ آبی یهود و مدیران مبارزه با شرارت که اونجا جمع می شدن، اون موقع که خود اون رئیسه بود و جایگزین شد با یک زنی، این فضا و اون تصویر و اون میدون الغای این که نظام مبارزه با شرارت یک نظام صهیونیستیه، یعنی با زیربنای یهود و صهیونیسم اینا نهاد بین المللی مبارزه با شرارت دارن و سیستم مبارزه با شرارت رو صهیونیست‌ها و یهودی‌ها توی آمریکا دارن مدیریت میکنن و از اونجا شروری به نام گرو رو و زنش لوسی رو میفرستن که بره با شرورتری به نام بالتازار که اون الماس رو دزدیده بود که از طریق اون الماسه بتونه اون اشعه رو بتابونه و اون لس آنجلس رو، منطقه هالیوود رو بدزده با اون آدامسای بادکنکی. این تلقی ها و المان ها و القاءات غیر مستقیم این ساختار رو ارائه میکنه. البته بالاخره 2 هفته پیش همین منطقه‌ای که این صحنه‌های خشن الان دارید میبینید، همون بالا که نوشته شده هالیوود، همین تپه و همون ساختمان‌های اون منطقه پایینش همه در آتش سوخت. اینجا خونه گرونترین خونه‌های ثروتمندای آمریکایی و سلبریتی های خیلی مطرح آمریکا، اینا تو این منطقه اون خونه‌های چوبی و خونه‌های بتونی اینا همه آتیش گرفتن، اون تپه‌های اون اطراف. این الغایی که در این فیلم صورت میگیره عادی سازی مسئله خشونته. خب بچه‌ها به درستی اینجا اشاره کردن که مینیون ها در طول این چند تا فیلمی که برای مینیون ها ساخته شده، هم در خود مینیون ها هم در این سری من نفرت انگیز، یک بار فقط شورش کردن. اونم اینجا بود وقتی فهمیدن که دیگه گرو قرار نیست که شرور باشه. اینا قرار کردن که تو چرا نمیخوای دیگه شرور باشی و باید برگردی به شرارت. الغای این که مردمی که تابع کسی هستن، چون مینیون ها الغای مردم برده‌وار و گله‌واری هستن که فقط رأی میدن و تایید میکنن و جلو میان. در دموکراسی های مدرن مینیون ها اینجا هنگامی که متوجه شدن گرو دیگه شرور نیست، ازش فاصله گرفتن و ترکش کردن. و این الغا که مردم حاکم شرور میخوان، مردم کسی رو میخوان که شرارت کنه و این سازوکار رو جلو ببره. این هم نکته مهم الغای دوم بود. و علی ای حال امروز تفکیک به جمهوری خواه دموکرات آبی و قرمز که 170-80 سال قدمت داشته دیگه در جامعه شناسی سیاسی مرد. امروز دیگه جمهوری خواه و دموکرات، قرمز و آبی، نماد فیل، نماد الاغ، تایم نیوزویک، فکس نیوز، سی ان ان، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، حزب دموکرات، حزب جمهوری خواه دیگه معنی نداره. امروز آنچه هست شر و شرتره و این در فیلم های سینمایی، انیمیشن ها و بازی کامپیوتری و سریال هاشون به خوبی داره القا میشه. و دوره‌ایه که ما این تقسیم بندی رو باید به هم بزنیم. تقسیم بندی مورد نظر در قرآن چیه؟ اصحاب یمین و اصحاب شمال. اصحاب یمین کسانی هستند که نامه اعمالشون دست راستشون داده میشه و اصحاب شمال کسانی هستند که نامه اعمالشون دست چپشون داده میشه. اونا میرن جهنم، اینا میرن بهشت. اونایی که میرن بهشت بابت اینه که اهل رزقن، اینایی که میرن جهنم چون گروگان و رهن اون چیزی بودن که کسب کردن. لذا خدا در قرآن میفرماد که فاخذناهم بما كانوا یکسبون، ما عذابتون میکنیم، میگیریمتون به اون چیزی که کسب کردید. این کافران که اهل کسبن و اصحاب شمالن، نامشون دست چپشون داده میشه جریان بنفش، و اونایی که دست راستی هستن، جناح راست هستن و نامشون به دست راستشون داده میشه، مؤمنینین که به رزق الهی باور داشتن. لذا رزقشون نیست که نفرت و عشق رو به هر قیمتی تولید کنن یا به هر قیمتی برای خودشون بپذیرن و بپرستن. این باورسازی زیر پوستی با ضرباهنگ بسیار بالای موزیکال در این آثار جوری کودکان رو از 3، 4، 5، 6 سالگی عادت میده به این مبانی فلسفی غلط که وقتی اینا برسن به جوانی بدون اینکه خودشون تشخیص بدن که چه باوری در اینا شکل گرفته، رفتار اجتماعی، رفتار فرهنگی، رفتار سیاسی و رفتار اقتصادی ازشون سر میزنه که هیچ جوری قابل رفع و رجوع اصلاح نیست و این بسیار بسیار خطرناک. و حالا اینا نمونهاشه، نمونهایی که خب بعضیشو بچه‌ها دیده بودن و شما اینجا دیدید که بچه‌ها با من داشتن فیلمو می‌دیدن چه واکنشایی داشتن و بعضیشون قسمت‌های دیگه این سری رو هم دیده بودن. اما
مسئله ما الان اینه که چگونه معرفت توحیدی رو نهادینه کنیم، چگونه بچه‌ها به ثانویتی برسن که بدونن این خیره، این شر رو بزنن، خیر رو اقامه کنن بشه توحید، این حسنه است، این سیئه است، سیئه رو بزنن، حسنه رو اقامه کنن بشه توحید، این طیبه است، این خبیثه است، خبیثه رو بزنن، طیبه رو اقامه کنن بشه توحید، این حقه، این باطل، باطل رو بزنن، حق رو اقامه کنن بشه معرفت توحیدی. این سازوکار برای اینکه نهادینه بشه زحمت مضاعف امروز نیاز داره. 40 سال پیش، 50 سال پیش این انیمیشن ها نبودن که اینجوری باورسازی کنن، لذا کسی که میخواد معرفت توحیدی رو در جامعه میخواست بست بده کار دشواری نداشت. اما امروز خیلی دشواره. امروز بچه‌ها هفتگی 10 تا 20 تا از این فیلم‌های سینمایی و انیمیشن ها رو توی تلویزیون و توی شبکه‌های اجتماعی و توی اینترنت می‌بینن. بعد شما می‌خوای با یک جلسه معرفت توحیدی رو برای بچه‌هایی که اینجوری در معرض این آثار هستن، می‌بینید اینا هر کدومشون میانگین حدود 100 میلیون دلار قیمت ساختشونه. اساساً در کشور ما نه سینمای ما همچین بودجه‌ای توش هست، نه تلویزیون همچین بودجه‌ای داره، نه دستگاه‌های فرهنگی همچین بودجه‌ای دارن. ولی ابلیس برای اینکه بتونه اون تاثیر خودش رو بگذاره امروز از طریق این آثار چه هزینه‌هایی میکنه، چگونه اینا رو هولد میده. همونی که توی قرآن فرموده، خدا به ابلیس فرموده که اگر استطاعتش رو داری برو استفزز، اینا رو هولد بده با صوتت، با هجوم نیروهات و با امکاناتی که داری. خب این داره اتفاق میفته. در مقابل این پدافند کردن راهش واکسینه کردن اخلاقی بچه‌هاست. واکسینه کردن اخلاقی بچه‌ها از واکسینه کردن معرفتیشون شروع میشه. معرفتی بچه‌ها این چیزا رو بدونن و آشنا بشن، خودشون دفعات بعد از این فیلم‌ها این نکات رو در میارن و واکنش نشون میدن. از این جهت ما تنها یک راه داریم، اون هم زدودن جهل از راه عقل. راهش هم اینه که تعقل و تفقه رو در خود بچه‌ها تقویت کنیم، بچه‌ها بتونن این کارو بکنن و وقتی بچه‌ها به این ظرفیت رسیدن، واکسینه شدن، بتونن از طریق این سازوکار خودشون کارو تکثیر کنن. وقتی بچه‌های این نسل بتونن اشراف داشته باشن به این موارد، اولین کارکرد این بچه‌ها این خواهد بود که دوستاشون و همسنای خودشون با زبان خودشون از دل این سازوکارها میکشن بیرون و نجات میدن و هرچی هم بیان بالاتر طبیعتاً توانمندتر و مقتدرتر میشن. این لب مطلب و کلیاتی است که حالا که ترامپ به عنوان من نفرت انگیز سوم، یعنی بعد از گرو و درو حالا دونالد، عملاً در عرصه واقعی میخواد کارو دست بگیره و امروز اومده داره همه رو میترسونه از آمریکا، همه رو از خودش میترسونه، داره نفرت باز تولید میکنه، نفرت جهانی، و در اثر این منفور بودن و بیقاعده عمل کردن و زیر قانون بین الملل زدن همه رو داره به جذب خودش میکنه به عنوان یک شرور جهانی در کاخ سفید. اینجا بچه‌ها وقتی میخوان بدونن که در سطح کلان پدر مادراشون میشینن جلوی تلویزیون صحبت ترامپ میشه چی میگن، بچه‌ها بدونن که این ریشه و بنیانی در یک عادی سازی من نفرت انگیزی داره که رسما اسم فیلم اینه، من نفرت انگیز. یعنی طرف القا میکنه که نفرت انگیزه و نفرت انگیز بودن ارزش محسوب میشه. این نکته کلیدیه. آشنایی بچه‌ها با اینا و واکسینه شدنشون میتونه این سازوکار رو خنثی کنه. این هم در فلسفه سیاست جواب میده، هم در فلسفه علم، هم در فلسفه اخلاق، هم در فلسفه جنگ، هم در فلسفه هنر، در فلسفه فرهنگ و 7-10 مورد دیگه فلسفه مضافی که این بنیان‌ها توش هست. ریشش در اندیشه هابز، ریشش به خصوص در اصالت فایده جرمی بنتامه. چرا این کارا خوبه؟ این شرارت‌ها چون فایده داره. اینکه هر چیزی بدون اینکه ارزش اخلاقی برش سوار بشه، صرف فایده داشتن ارزش داشته باشه، خب دزدی هم فایده داره، جنایت هم فایده داره، کثافتکاری اخلاقی هم فایده داره. هر کاری فایده داشت و منفعت داشت خوبه، میگن بله خوبه. اما ما در تلقی عقلی و شرعی بسیاری از کارهایی که جذابیت دارن و منفعت دارن علی الظاهر رو ما بد میدونیم، حرام میدونیم، جاهلانه میدونیم، عقلانی نمیدونیم. هر چیزی صرف منفعت و ضرر نباید ارزیابی بشه، باید صرف فلاح و خسارت ارزیابی بشه. بسیاری از سازوکارها رو خدا تو قرآن میفرماد که بعضی از چیزا برای شما نوشته شده برایش کراهت دارید، عسی ان تکرهوا شیئا، اما خیر شما درونه. صراحت آیه اینه. و بسیاری از کارها رو شما بدتون میاد، حب بهش دارید، اما شر شما درونه. ببینید
کتب علیکم القتال، نوشته شده بر شما مقاتله و جنگیدن، برید بجنگید. خب بعضیا دوست ندارن دیگه. و هو، ببینید میگه چی، میگه این چیه؟ عسا ان تکرهوا شیئا، میگه شما در این کراهت دارید، یعنی کراهت دارید در خوبی ها، در جایی که چیزایی که خوبه، اینی که درش کراهت دارید خیرتون درونه. و هو خیر لکم، اما و عسا ان تحبوا شیئا، یعنی شما به چیزی حب دارید، کراهت نداره براتون، حب دارید. و هو شر لکم، آدم خیلی اوقات به یه چیزی حب داره، شرش داخل اونه نه خیرش. و بسیاری از گزاره ها رو انسان کراهت داره نسبت بهشون، و هو خیر لکم، خیرش داخل اونه. از جمله اینکه بره با دشمن مقاتله کنه و بره جهاد کنه به جنگه. پس اینکه چگونه با این اخلاق اجتماعی رو شکل بدیم که ما وقتی کراهت داریم از چیزی ولی خیرمون درونه، یا حب داریم به شیئی ولی شر ما در اونه، اینو چجوری باید برای بچه ها روشن کنیم؟ با همین انیمیشن ها. مطلق آنچه داخل این فیلم دیدید اون سازوکاریه که حب رو رقم میزنه اما سراسر شره. هیچ پیام مثبتی ندیدید. 2 تا پیام مثبت کلا در این فیلم هست، هم در فصل 2، هم در فصل 3، هم در فصل 4. یکی پیام خانواده گراییه که داخل این فیلم پیام خانواده گرایی پیام مثبتیه. 3 تا بچه‌ای که از نواخونه آوردن نگهداری کنن این زن و شوهر، این تقدیس میشه، خانواده تقدیس میشه، محبت این بچه‌ها به اون پدر و مادر پدرخونده مادرخوندهشون و به عکس تقدیس میشه. آخر در انتها هم وقتی که این بچه‌ها رو خوابوند، اون زن لوسی اومد بیاد بیرون، دختر کوچولو بهش گفتش که تشکر کرد، بهش گفت مامان، این اومد بیرون خیلی خوشحال بود که مامان صدا شده. لذا این یک پیام مثبته. یه پیام مثبت دیگه هم غیرت ورزی گرو نسبت به دختر بزرگ است. دختر بزرگ 14-15 ساله شده، این به شدت اصرار داره که نه این 12 سالشه. خب در یکی از فصلای این همین دختره آشنا میشه با پسری که از اون گنگسترا. گرو روی این پسر غیرت، روی دختره غیرت داره و سعی میکنه اون پسره رو دور کنه. داخل همین فصل، همین قسمت، این دختره وقتی لوسی فرستادش بره به اون پسر بچه نزدیک بشه، از اون پسر نوجوان پنیر رو بگیره. خب در سنت اون کشور این مراسمی که برگزار شده این خواستگاری بود، دخترها میرن پنیر رو میگیرن میان به اصطلاح میخورن، خواستگاری میشه. اینا نمیدونستن. سکانسی داره که بعدن میاد مادر این پسره یعنی پسره میاد در خونه اینا و به این دختره خوک هدیه میده، خوک کوچولو. میگه تو دیگه اومدی اونجا پنیر منو خوردی، پس خواستگاری قبول شده، حالا بعد برای آغاز نامزدی خوک تحویل بگیری. یه بچه خوک میاره. خب این دختره رد میکنه چون اصلا پسره رو نمیشناسه، فقط چون اون مادره گفته بود برو از اون پنیر رو بگیر که این پسر تنها مونده بود وسط اون میدون برای اینکه روحی اون خراب نشه، اینو فرستاده بود. نمیدونست که این یه تشریفاتیه بعدش ادامه داره. این خوک اون پسره رو نپذیرفت، مادرش اومد اونجا دعوا که دختر تو دیگه نامزد پسر ماست، چرا این خوک رو نپذیرفتی، چرا رسم و رسوم رو به هم زدی. خب مادره اینجا غیرت ورزید و یه فصل مادر پسره رو کتک زد، پرتش کرد بیرون. که یعنی 2 تا تقریبا پیام مثبت خانوادگی داره این فیلم. یکی غیرت ورزی گرو روی دختره است که به شدت نسبت به اینکه این با پسرای دیگه ارتباط داشته باشه حساسیت داره. حتی درو هم که گفت به به تو 15 سالته، این اومد با عصبانیت بهش گفت 15 سالش نیست 12 سالشه، هیچ وقت هم 12 سال بیشتر نمیشه، همون 12 سال میمونه. این پیام غیرت ورزی داخل فیلم نسبت به دختر بزرگ خانواده و مسئله خانواده گرایی و علاقه‌ای که اینا به خانواده دارن داخل این فیلم، این پیام‌های مثبتیه که داخل کار دیده میشه. سوای از اینا نکته مثبت دیگه دیده نمیشه. یعنی همه دروغ میگن، همه شرارت میکنن و اساساً کسی اعتقادی به قانون نداره، کسی اعتقادی به باورهای مثبت اخلاقی نداره. سراسر سازوکارهای یک مدمن و یک بدمن و این پیام خوبی نیست. با روی کار آمدن
در دور دوم ریاست جمهوریش که این دومین باره که این میشه رئیس جمهور و از همین اول با نفرت پراکنی شروع کرده، چون سیاستمداران سازوکارشون جوریه که الناس علی دین ملوکهم، مردم به دین حاکمانشون هستن. این سازوکاری که ترامپ با اخلاق سیاسی خودش در سطح بین الملل اعمال میکنه، با شیوه حرف زدنش، قانونگریزی جهانیش، زورگوییش و مواردی از این دست و جذابیت هم داره برای بعضی از مردم آمریکا و بقیه کشورها، این اخلاق من نفرت انگیز رو در سطح جهانی در سیاست نهادینه میکنه و این خیلی خطرناکه. حالا این ابتدای دولتشه، اینو دیگه بچه ها خودشون وقتی ببینن در همین انیمیشن قسمت سوم من نفرت انگیز و بعدم در رفتار خود ترامپ با این اخلاق سیاسی و اخلاق اجتماعی بیشتر آشنا میشن. نیتم این بود، اما دیگه همون مبحث جریان جناح سبز و جناح بنفش، جناح به اصطلاح اصحاب یمین و اصحاب شمال، این تقسیم بندی ها دیگه از این به بعد یواش یواش باید جایگزین تقسیم بندی چپ و راست و آبی و قرمز و دموکرات جمهوری خواهی بشه که آمریکایی‌ها 180 سال تو دنیا بنیان گذاشتن. موفق و مؤید باشید انشالله و السلام. صلی علی محمد و آل محمد. چطوری؟ سلامتی.